در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، یعنی از مکه وقتی هجرت کردند، وجد الیهود صیاما یوم عاشورا، یهود را در روز عاشورا روزدار یافتند. وقتی مدینه آمدند 3 قبیله های یهودی ها بود: بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه. 3 قبیله کلان یهودی ها در مدینه زندگی میکرد. در مکه یهودی ها نبود. بنابراین وقتی به مدینه آمدن یهودی ها رو در روز عاشورا روزه یافتند، یعنی دیدن که آنها روزه میدارند. مردم مدینه آمیخته بودند، بازار، کوچه ها همدیگر میدیدند، آمیختگی بود. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند که ما هذا اليوم الذي تصومونه، این چی روزی است که در این روزه میدارید؟ قالوا هذا یوم عظیم، امروز روزی عظیم هست. در دین یهود امروز روزی بزرگ است. انجى الله فیه موسی و قومه و غرق فرعون و قومه. در این روز الله تعالی حضرت موسی را و قومشان را نجات داد، یعنی بندگان نیکی الله تعالی قوم صالح را نجات داد و فرعون و قوم فرعون را در این روز غرق کرد با آب. روز عاشورا بود. فصامه موسی شکران، موسی برای شکرانه این روز روزه گرفتند. حضرت موسی از روز تولدشان الکی شروع شد آدم کشی. به فرعون یک خبر آورده شد که یک کودکی از فرزندان اسرائیل به دنیا آمده، زوال ملک تو در دست همون کودک است. بنابراین فرمان داد که تمام پسر بچه‌هایی که نوزاد است همش کشته شود. وقتی که مادر موسی این حادثه را شنیدند، موسی را در داخل یک صندوق گرفتند و ماندند. صندوق به دریای نیل پرتافتند. دریای نیل به خانه فرعون میگذشت. ناگاه همسر فرعون در لب دریا بود و دید که یک صندوقچه آمد. صندوقچه را گرفت، در داخلش یک کودک است. گفت که این کودک نوری چشم ما خواهد شد، ما این را کلام میکنیم. و آنها فرزند نداشتند. گفتن که برای خودمون فرزند میگیریم، بیخبر از آن که همون فرزندی که زوال ملک فرعون در دست همون کودک است، همین کودک است. در بیرون قوم فرعون نماینده هایش به کودک کشی آواره هست. در داخل الکی همسر فرعون موسی را گرفته و بزرگ کردن شروع کرد. فرعون هم این را نفهمید. موسی در خانه فرعون بزرگ شد. خلاصه دشمنی شروع شد. حضرت موسی او را دعوت میکردن، او دعوای الوهیت کرد. انا ربکم الاعلی، پروردگار بزرگترین شما این من هستم گفت. خدا گفته کجا میرید؟ خدا من هستم میگفت. خلاصه حضرت موسی او را دعوت میکردن با همه راه ها. وقتی که نشد بعد دعای بد کردن، لیکن دعاشون هم بعد 40 سال اجابت شد. روزی که فرعون و پیروانش غرق شد و حضرت موسی علیه السلام نجات یافتند، برای شکرانه این روزها روزه داشتند. اینقدر عذاب، اینقدر گریختن، اینقدر کشتن ها به پایان رسید. فرعون غرق شد. فصامه موسی شکرا. سپس حضرت موسی برای شکرانه این نعمت روزه داشتند. یهودها گفتند که ما جماعت یهود به همین خاطر روزه می‌داریم، چون پیغمبری ما روزه داشتن، همچون پیروی به پیغمبرمون ما روزه می‌داریم. این پاسخ به سؤال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را پرسیدند که ما هذا الیوم الذی تصومونه، این چی روزی است که روزه می‌دارید؟ گفتند که این روزی بزرگ است. موسی نجات یافت، فرعون غرق شد، بنابراین موسی روزه داشت و ما هم روزه می‌داریم. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که نحن احق و اولی بموسی منکم، ما نزدیکتر و سزاوارتر و اولاتر به موسی از شما. موسی به جنت می درآید، پیغمبری ما و مسلمان ها به جنت می درآیند، اما یهودانی که بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد آخری پیغمبرها زندگی کردند، اونها دوزخی هستند. ما با موسی از شما دیده نزدیکتر هستیم.
فصامه رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر بصیامه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشان روزه داشتند و به روزه داشتن روز عاشورا مردم رو هم امر کردند. بنابراین در ابتدای امر پیش از آمدن رمضان روز عاشورا فرض بود، چون امر کردند همه باید روزه می داشت.